کارتون میکنه. شما دوتا باید از خودتون خجالت بکشید. تمام آرزوهای بهترتون رو به بار دادین شما. تو یکی که یک کمیسیونگی حساب در اومدی و همه فهمیدن. انقدر اوزه نداشتی که قایمش کنی. بقیه هم بچه دارن اما به اندازه شما دوتا تابلو نیستن. حیف پسته. تو هم که هر روز یه خرابکاری جدید را مندازی. یا ور میداره میری دانشگاه سخنرانی تون میکنی یا ملاقات میکنی لباسهای شیک میپوشی میری رو اسم میشینی. تابلو 3 دفعه گفتم یه لباس کهنه شلته پلته پاره پوره بپوش رو اسب مشین. سیاست داشته باشین آخه. برین جلو چشم گمشین ریختتونه دیگه نمخون ببینم. هرچی سند برج و کیش و دانشگاه و زمین و باغم دارین فردا میارین تا من تکلیفش مشخص کنم.